آماده‌ای؟ هیجان دارم. جونت جان، لازم نیست هیجان زده بشی، همه چی تحت کنترله. خیلی خوب. وایسادی پسرم. وایسادی. دخترم بیا اینور، بیا اینجا. تو وایسا، این لحظه مهمی برای خانواده ماست. بذار عکس بگیرم. را برم. مامان داره را میره. مامان داره را میره. مامان دخترم. مامان دست. دخترم. آی پسرم عزیزم. پسرم داره را میره. پسرم عزیزم. پسرم. بالاخره پسرم را رفت. داره راه میره. ای من قربون اون پات برم الهی. دکتر بذار دستتو ببوسم. خدا ازت راضی باشه. ای بابا زهرا خانم. نه من باید این دستو ببوسم. من این دست مبارک رو باید ببوسم. من این دست باید ببوسم. ای بابا نکنید این خواهش کارو. میگم خدا ازتون راضی باشه. خدا پشت پناهتون باشه. ای بابا چرا همش معکوس میکشید شما؟ من شما رو تنها میذارم زهرا خانم. باشه. آی زهرا خانم از بخش اداری میخوان شما رو ببینن. هر وقت تونستین طبقه اول اتاق مشاور. رسیدیم به قسمت سخت ماجرا. برم ببینم چه خبره. پسرم عشقم تا اینجا را برو، خودتو خسته نکن. ما یه سر بریم و شما هر جا میخواین برین. یکم منتظرتون میذارم. منتظر میمونیم. الان چک میکنم. بفرمایید. عزیزم بگین چقدر بدهی داریم. بگین که بدونیم چقدر باید پرداخت کنیم. الان میگم. جراحی، حدوداً 3 ماه فیزیوتراپی، بستری. بیمارتون مدت زیادی بستری بوده. بله همینطوره، خیلی وقت اینجا بودیم. یه تخفیفی هم رو مبلغ پرداختی اعمال کنیم. بله تخفیف بدین. تخفیفتون هم اعمال کنیم. آه چه بیمارستان خوبی، بهمون تخفیفم میده. خیلی خوبه. بفرمایید. آروم. با کارت اعتباری در 3 قسط. والا خواهر من میخوای 333 قسط کن، ولی من انقدر پول ندارم. ببین همین اعضای این بدن منو سالم در بیارین، اما بازم انقدر پول نمیشه. ندارم. فقط بعد از پرداخت این مبلغ میتونیم کارهای مرخصیتون رو انجام بدیم. تو میخوای پسر منو اینجا گروگان نگه داری؟ نمیخوای پسرمو بهم بدی؟ نمیخوای بدی؟ وایسا داداش، کاری ندارم، داری مثل دوتا خانم با هم دیگه حرف میزنیم. چیزی نیست به خدا، چیزی نیست. ها
چی کار کنی؟ زهرا خانم، بفرمایید خودمم. چاره دیگه نداره. وای نه، نمیشه. زنگ نزن لطفا. چیکار کنم دخترم؟ آسمون زمین دست به یکی کردن ما رو بیچاره کنن. چیکار کنم؟ چاره ای نیست. باید از فوت کمک بخوام. باز فراجی میکنه. من رئیس خوبیم، به من بگو بابا. بی خود کرده، بذار بیاد کمک کنه. بقیه‌شو ول کن، بگه دردی بکن. باز به من میگه هیلمی. با اجازهتون من به دوستم زنگ بزنم. البته. تو لیست تماس اضطراریه. مواقع مهم بهش زنگ میزنم. جواب نمیده که چون بزنی سرشو بشکن. الو. نه بخور. چیکار کنم؟ آی زهرا خانم، انگار فشارم افتاده. آی خانم خوبی؟ آی خوبه. مامان، دکتر خبر کنید. کمک کنی، کمک کنی. بیا گفته جون. میبینمت بابای موفق باشی. وای دختر چه تیپی زدی؟ بچرخ ببینم. چه خبر زندی؟ وای ماشاءالله خیلی خوشگل شدی. گل قشنگ زندویشه. ممنون، مدرسم دیر میشه. وایسا دختر، کجا؟ خوشگل ترین خواهرزاده دنیا رو ببین عزیز دلم. چی میخوای زنده زهرا؟ میگی برو سر اصل مسئله؟ باشه. مشین اینجا. ماسا بیچاره شدی. خدا شاهده که از پا افتادی. همه چیزو، حتی خونه رو فروختم ولی کافی نبود. کلی هم بفروشم بازم قرضم تموم نمیشه. والا به خدا تو همچین شرایطی هستی. جنهی تو با التماس و زاری و سفته از بیمارستان مرخص کرده، ولی بچم جایی برای موندن نداره. کارم پیدا نکرده. اون بابات کجاست؟ اون بهمون کمک میکرد، حتی برام کارم پیدا کرده بود. بابام سر شلوغ مسابقه داره، بهتره بهش پیام بدی. دختر وایسا. دختر میگم کفگیر خورده ته دیگ باور نمی کنی. من باید باباتو پیدا کنم. ببین منو. نکنه دوباره مشروب خوردن شروع کرده. با خدا نکنه زنده ای زهرا، چرا نفوس بد میزنی؟ خب پس چیه؟ بهش گفتیم بالای چشات ابروه، پس چرا از من قایم میشه؟ چرا باید قایم بشه زنده ای زهرا؟ الان تو موفق ترین روزای زندگیشه. بهت میگم پیشرفت کرده. برو به سلامت. ماسال چیه؟ نکنه میخوای بیای با من زندگی کنی؟ اگه لازم باشه آره. اون باباتو باید پیدا کنم. گیر دادیا. زنده ای میگم وقت نداره، رفته مسابقه. اون مسابقه کجاست؟ تشویق خوراک ماست. بگو بابات کجاست؟ برم کمک کنم، منم تشویقش کنم. بگو دخترم. زنده ای نمیخوای دست برداری نه؟ یعنی حتما باید بابامو ببینی؟ یالا باشه. دختر ماسال وایسا دختر. ماسال با تو هم. ماسال برو کنار. بابا چته تو؟ برو کنار ماسال. بگو بابات کجاست؟ ماسال برو
برو کنار. مارسال آی 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 خدا لعنتت نکنه دختر. مارسال گفته سوار مینیبوس چه؟ مارسال وایسا دختر صبر کن. دختر تو هم میدونی که نمیتونم بمونم. سلام. کیک بفرمایید میتونین بیاین داخل. حتما. بفرمایید میتونین بذارین روی میز. ممنونم. اینا رو بذارم اینجا. بذاریم به شما هم نشون بدم. خب اینا رو هم تا فراموش نکردم. ببخشید. اینم 2 سفارش. بازم شما هارون. آقا هارون. خب باشه. چرا اینقدر زیاد سفارش دادید آقا هارون؟ نشه خانم، میدونید هتلی که قنادی شما داخلشه کل کاراش به من واگذار شده؟ خب به من چه؟ من ازتون یه سوال پرسیدم. طبیعتا من به کسی که قابل اعتماد باشه، بهم کمک کنه و دستیارم باشه احتیاج دارم. دست راست من میشین؟ قبول میکنین دست راست من میشین نشه خانوم؟ من برای شما شما شوخی نمی کنین، واقعا دارین جدی میگی؟ قطعا که جواب من نه، ولی بازم ممنونم. من توی هتل خیلی حالم گرفته میشه. از بیزنس و اینا اصلا خوشم نمیاد. والا چنین رویایی ندارم. رویا؟ اگه رویای شما اینه که این کیکای خوشگل رو به دوستدارانشون برسونید، تصور نمی کنم جایی بهتر از هتل من برای شما باشه. من تصور میکنم ساده، یه قنادی کوچیک اما مال خودم باشه. نشه خانم، من قبلا یه مرد خیلی قوی بودم. شما الانم همینطورید، ولی خب خودتون بهتر میدونین. اول پسرم ترکم کرد، با ایستر ازدواج کرد و با من دشمن شد. پشت سرشم دخترم، دختر خوشگل و عزیز من. دخترتون چی شد؟ آقا هارون، دخترتون چی شد؟ نشه خانم، اگه سفارش ها رو تحویل دادین؟ دخترم گم شد. هیچ ردی هم از خودش به جا نذاشت و گم شد. اونم تو روز تولدش. عجب هدیه‌ای بود. ناراحت شدم. وقتی اون گم شد نتونستم از تخت بیام بیرون، نتونستم برم سر کار. بستری شدم. دوست آشنا، میدونین
همه با ترحم به نگاه میکردن و این میدونین یعنی چی؟ یعنی محکوم به زندگی بدون دخترم شدم و در واقع تا همین اواخرم همینطور فکر میکردم، یعنی بدون اون. چی شد؟ چی عوض شد؟ ماسا رو پیدا کردم. تصمیم گرفتم تا به روزهای سابقم برنگشتم از این زندگی خداحافظی نکنم. یه لحظه میشه برگردیم به عقب؟ به ماسال چه ربطی داره؟ ماسال تنها کسیه که میتونه منو به زندگی سابقم برگردونه. کلیدی که قفلای منو باز میکنه اونه. یه لحظه صبر کن. ببخشید کلید و اینا چیه؟ خیر باشه، چه خبره؟ با سفارش هایی که میگیرید میتونید خرجتون رو در بیارید. چقدر دیگه میتونید تحمل کنید ها؟ قبضا، اجاره، خرجای حساب نشده. از شدت عصبانیت میخوام موهامو بکنم. ببینید، اگر ماسالو راضی کردید که پیش من بمونه، منم اون قنادی کوچیکی که شما رویاشو دارید براتون فراهم میکنم خانم. که اینطور؟ تو میدونی اون بچه چه عذابایی کشیده؟ تو میدونی اون بچه چقدر تو زندگیش ناامید شده؟ ولی الان خوبه، بالاخره حالش خوبه، رابطش با باباش خوب شده، به زودی مامانش هم برمیگرده. تو نباید کاری با اونا داشته باشی، باید ازشون دور بمونی، شنیدی؟ امیدوارم دیگه هیچ وقت نبینمتون. The person that you are calling is currently unavailable. Please leave your message after the tone. مامان جون، گفتن شاید شمارت عوض شده. نمیدونم پیامای من به دستت میرسه یا نه، ولی من خیلی دوست دارم. من و بابا خیلی با هم خوبیم، هیچ مشکلی هم نیست. تیمم خیلی خوب پیش میره. بیا گفته. بابا برام غذا درست میکنه. منم همه وقتمو میذارم برای درسام. حق با تو بود مامان جون. طوفان واقعی رو دیدم. بابا واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بوده. بالاخره پدر و دختر واقعی شدی. شاید تو باورت نشه، ولی واقعا منو یه پرنسس کرده. ای چی کار میکنی تو؟ بدش به من. 100 تا بده تقسیم کنی. مسخره بازی در نیار. اول من دیدم. چی میگی داداش؟ جرزنی نکن دیگه. نمیشه هر دوتامون خوشحال باشی؟ خب باشه، هر چی تو بگی. بگیر ببینم. دمت گرم داداش، نوش جونت. تو هم همینطور. مخصوص فیلم برداری. چی؟ بیا اینجا بگیرینش. اون دزده، بگیرینش.
تموم کنه. نگو بابا داشته پولاشو جمع کرده. اگه خونمونو ببینی، البته فکر نکنی قصره ها، ولی نه منصرف شده، واقعا قصره. قصه ما رو نخون. برای من و بابا زندگی خیلی قشنگه، یعنی به ما خیلی خوش میگذره. وای نگاه کن ببین کی اینجاست. شنیدی؟ میگه مامانت زود خوب بشه و برگرده. خیلی میبوسمت. خداحافظ مامان جون. صبح زمین فوتبال نمونده که نرفته باشم. لعنتی آب شده رفته تو زمین. شاید رفته زمین حریف. زمین حریف چیه؟ رفتم باشگاه گفتن رفته. خونه جدیدم سوت و کوره نیست که نیست. خدا لعنتت نکنه. اینجاست. که پس تو کجایی؟ بچه مرخص شده، چرا جواب تلفنامو نمیدی ها؟ کجایی تو کی هستی مردم؟ من بی تقصیرم، ایده ماسال بود. من راننده تاکسیم. کجاست اون؟ کجاست؟ بگو کجاست؟ تو هم گرسنه ای نه؟ بیا. خونه هارون چطور بود؟ در و پنجره باز بود؟ عذاب وجدان نده دیگه کوفته. بی خودی که اون همه راه نرفته بودی. مگه با تو نیستم؟ چجور اون پیرمرد رو تلکه کنی؟ باشه فهمیدم. تو نمیخوای بری، میخوای همیشه اینجا بمونی. این اتاقو نگاه کن، فقر ازش میباره. آفرین. پس همین کارو میکنیم کوفته. از این به بعد به هیچ کس رحم نمیکنیم. اون پول باید جمع بشه. ما گرگای تنهاییم، بعدی برای گرگا بی‌معنیه. ببینم قول میدی؟ پس حله. چرا داری اینطوری میکنی پس؟ خب میدونم منم دلم نمیخواد، ولی زندگی دیگه نمیشه به آدم ها اعتماد کرد. در هر صورت آدم ها میذارن میرن، ولی ما فرق داریم. ما اصلا اونطوری نیستیم. ما به خاطر همدیگه حتی جهنم هم میریم، مگه نه؟ فکرشو بکن. سوار هواپیما شدیم رفتیم آمریکا. مامانم اومده استقبالمون.
حالش هم خوب شده. خونه گرفته میره سر کار. تو هم داری انگلیسی یاد میگیری. مامانم هم کتاب داستان مینویسه. منم یه کاری میکنم دیگه، همون کاری که بچه‌های عادی انجام میدن. همه چی خیلی قشنگ میشه. منم مثل یه بچه عادی میشم بالاخره. اینجا چه خبره؟ سندی چه خبر؟ خوش اومدی. دختری چیه؟ تو اینجا زندگی میکنی؟ چرت نگو. چیزه من و بابام دعوا کردیم. ماسال بهم دروغ نگو. باباتون زمین فوتبال واگذار کرده، فهمیدم. یکی دیگه خریده. ماسال پس اون خونه که اونقدر ازش تعریف کردی مغز منو خوردی کو؟ اون چرا خالیه ها؟ بهت نگفتم؟ بابام یه جای بهتر درست کرده، رفتیم اونجا. باشه فقط اینو به هم بگو. به اون بابات فؤاد کچله، اون راننده تاکسی کچل که شبیه باباته، چرا تو رو میرسونه مدرسه؟ چیزه زنده‌ای. ماسال زنده‌ای ماسال زنده‌ای چیز شد به خاطر چیز شد. دختر دیوونه چی کار میکنی؟ تو این همه پول از کجا آوردی؟ بودو دخترم. آی خدا لعنتت نکنه. ماسال چی شده؟ هیچی. کن حرف بزنی. هلال برو کنار. تعریف نکنی چی شده نمیشه. نه ولش نکن. ببین هلال، کاری نکنین که مجبورشم دلتونو بشکنم. نمیخوام بگم کوفت گازتون بگیره ها. خواهش میکنم. ما دیگه مثل قبل نیستیم. ای باور نمیکنم کوفت منو گاز نمیگیره. دنبالم نیان دیگه. دوستان دخترم بلند شو. جونیت تو را میری؟ پشتکم میزنم بزنم. وایسا یه لحظه. که این اتفاق افتاد؟ چند هفته‌ای میشه. چرا به من چیزی نگفتی؟ راستش انقدر این لحظه رو تصور کردم وقتی شما از دست کسی فرار میکنین منم مثل شوالیه به دادتون برسم، ولی نذاشتن از بیمارستان بیایم بیرون. خیلی خوشحال شدم. خیلی دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور. دیدی دخترم؟ اتفاقای خوبم تو زندگی میفته. یکم حرف بزنیم. از دست ما فرار نکن. نرو ماسال لطفا.